بسم خان محمدی یکی از شیراهای معروف مجاهدین و نماینده تاجیک‌های افغانستان که چند روز پیش فرمان سرپرستی وزارت کارهای داخلی را به دست آورده بود، در پی وسیله‌های رهبران آن کشور به مقام وزیر دفاع یکی از مقام‌های کلیدی در حکومت افغانستان تعیین شده است. تعیینات بسم خان به این مقام کلیدی در حال صورت می‌گیرد که جنبش طالبان در این اواخر باز چند ولسوالی را به دست آورد و این به آتش نگرانی‌ها درباره احتمال سقوط حکومت کنونی افغانستان در پی خروج نیروهای ائتلاف بین المللی روغن بیشتر می‌ریزد. قرار است نیروهای امریکا موره اساسی در ترکیب ائتلاف بین المللی در افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری ترک افغانستان کنند. بسم خان 60 سال داشته، مثل احمدشاه مسعود زاده پنجشیر است و از سن 18 به صف مجاهدین تحت فرمان احمدشاه مسعود پیوسته است. بسم خان از سال 2012 تا سال 2015 نیز وزیر دفاع افغانستان بود، ولی زمان ریاست اشرف غنی به گوشه رفته و در هیچ سمت دولتی تعیین نشد تا اینکه شرایط خاص کنونی به میان نآمد. محب الله نوری، مشاور عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به سپوتنیک تاجیکستان گفت در پی مریض شدن وزیر قبلی، تشدید یافتن جنگ با طالبان و سقوط کردن چندین ولسوالی به دست آنها، رهبران کشور به این نتیجه رسیدند که گنرال تجربه دار وزیر دفاع تعیین شود.